ایوان من چرا اینجوری لایو بله. سلام به همه همزمانای عزیز که دارن لایو ما رو میبینن و اونهایی که بعداً قراره ریپلی این لایو رو ببینن. انشالله که همه هر جای دنیا هستین خوب و خوش باشین. سلام به مهمونای عزیز، دوستای گلم و بیزینس پارتنرای عزیز. محشو به جون من. خب منم سلام میکنم به همه. امیدوارم که هر جا هستین خوب و خوش باشین. یه لایو دیگه، یه صحبت دوستانه دیگه، در واقع ما در خدمتتون هستیم که به سوالای عزیزا جواب بدیم. مرسی افسون جون از اینکه این لایو رو ستاپ کردی برام. مرسی از شما که با این وقت میدونم که خیلی همه گرفتارین ولی بالاخره یه تایم ما دادین که به قول معروف جوابگوی دوستایی که ازمون سوال میکنن بتونیم توی لایو بهتر جوابشون رو بدیم. با پرسش و پاسخ خیلی بهتر متوجه میشن احتمالاً. حالا من یه کوچولو خودم رو معرفی کنم بعد بریم سراغ شما. من افسون دیبا هستم. یه 18 سالی هست که وارد کانادا شدم. در واقع با همسرم و یه پسر 11 ساله دارم و رشته اصلیم مکانیکال پایپینگ دیزاینر هست که مدت‌ها دارم تو ایران و همینجا کار کردم. البته باید بگم کار میکردم و الان چند سالی هستی که تو این رشته کار نمی‌کنم و مدتی هست که به این آنلاین بیزینس جوین شدم. شما بفرمایید. سلام منم سلام میکنم به همه دوستانمون هر کجای دنیا که هستین. امیدوارم خوب و خوش باشین. منم مریم هستم، از ونکوور کانادا هستم. منم 20 سال پیش همراه پدر مادرم وارد کانادا شدم و در حال حاضر با پسر 11 ساله و فرزندم و هاپوند زندگی میکنیم در ونکوور. بک‌گراند منم تو ایران من هنر خونده بودم و تو رشته هنر مشغول به کار بودم، ولی از زمانی که اومدم اینجا به دلیل اینکه خب به هر حال خیلی سخت بود که بخوام مثلا دوباره کسی من اینجا شناسایی کنه و بخوام از اول شروع کنم و مثلا به عنوان یک هنرمند، خب مجبور شده بودم که دیگه مشغول به کار بشم. تو کارهای کاستمر سرویس مشغول به کار بودم تا اینکه حدود 13 ساله که الان در یک رشته رو میخونم و در شرکت بیمه مشغول به فعالیت هستم که همچنان به طور پارت تایم دارم کار میکنم. بسیار عالی. منم که فقط خودم معرفی میکنم برای عزیزایی که تا حالا تازه وارد پیجمون شدن، عزیزایی که دارن از اینستاگرام ما رو الان نگاه میکنم، خیلی ممنون که جوین شدی. من محجوبه هستم، مولود هستم، 2 تا اسم دارم. در کانادا زندگی میکنم به همراه همسرم و پسرم که تقریبا 22 سال پیش وارد کانادا شدیم. بک‌گراند من تو ایران تیچر بودم، دبیرستان بودم، چندین سال تدریس کردم. وارد کانادا که شدم فیلدم رو عوض کردم، رفتم کالج و فارمسی خوندم، رشته فارمسی خوندم و الان دارم فعالیت میکنم. در کنار فول تایم جابی که دارم این کار آنلاین بیزنس هم انتخاب کردم که امروز قراره که یکی از سوالایی که خیلی مطرح هستش رو ما ستایی براتون توضیح بدیم و جواب بدیم. امیدوارم که جواباتون هم در انتها بگیرید. خیلی ممنون که جوین شدیم به ما. ممنون. مرسی محجوب جون. یکی از فکر کنم شما هم در واقع بیشترین سوالی که در واقع دریافت میکنین از دوستانی که بیشتر اینترست هستن که بدونن در مورد این بیزینس اینه که ما چه آموزش هایی داریم در واقع تو این بیزینس، چیا رو آموزش میدیم. در واقع اینکه هم میگیم ما آموزش های کامل و تکمیلی داریم اگه وارد بشین، اینا رو دقیقاً دیتیلش رو دوست دارن که بدونن. اینه که ما حالا در واقع چون واقعا صحبت کردن در مورد این بیزینس و تمام جزئیاتش واقعا توی این لایوهای کوتاه مدت نمیگنجه. اینه که ما تصمیم گرفتیم در واقع لایوامون رو کوتاه کنیم و هر به قول معروف موضوع رو تو هر لایومون بگنجونیم که بتونیم دوستان خیلی براشون روشن‌تر باشه مسئله. حالا امروز بیشتر می‌خوایم تاکید کنیم روی این مسئله که ما چی آموزش میدیم در واقع تو پلتفرم. شما حالا مشغول یا مریم جو شما بفرمایید که مریم شما تجربه داری. مریم جو شما برو جلو. من یک تجربه داشتم دوستان عزیزم که دوره کووید که شد من همش تو فکر من چون کارم از دست دادم و به فکر این بودم که من یه درسی یه رشته یه چیزی بخونم، چون خیلی راجع به آنلاین مارکتینگ و اینا خونده بودم و میدونستم که خیلی میتونی از اون راه درآمدزایی کنی و وارد یک چون اون موقع همه جا بسته بود، من به صورت یعنی از منزل به صورت ریموتلی من در واقع این رشته رو شروع کردم خوندم و یک رشته‌ای بودش که به هر حال هزینه بسیار سنگینی داشت، نزدیک فکر کنم اون زمان نزدیک 5 خورده اینطورا من 5000 خورده دلار پول دادم و
متاسفانه به علت اینی که درست هم با من از قبلش صحبت نکرده بودن که بگن مثلا این چه رشته‌ایه، مثلا چی کار میکنی و اینا، برای تمام کسایی بودش که در واقع تمام شاگردای این کورسی که من گرفته بودم همشون مارکتر بودن، یعنی همشون آنلاین مارکتر بودن و همه اومده بودن توی اون مثلا سوشال میدیا و اینا بتونن نالج و دانششون رو اکسپاند کنن، یعنی گسترش بدن. و هیچ کس مثل من نبود که اونجا یه آدم مثلا کاملا ناوارد باشه و اینا. و آخر این کورس هم که گذشت مثلا چندین هفته طول کشید، با این که مثلا خیلی ورکشاپ داشتیم و اینا، من تنها کسی بودم که هیچی واقعا یاد نگرفتم، چون من اصلا مال کسایی بودش که بالاخره یه بک‌گراندی داشتن و متاسفانه من پولم هدر رفت، به خاطر اینکه خب خیلی هم هزینه سنگینی بود اون زمان، کارم هم از دست داده بودم و اینا، که بعداً فهمیدم که به من گفته بودن اگر تو می‌خواستی یه کاری بکنی که اصلا کلاً سابقه کاری تو بخوای عوض کنی، باید یه دوره دیگر رو میگذروندی که این دوره طولانی تر بود و حدود $16,000 بود. اون باعث کساییه که مثلا هیچی از بک‌گراندی نداشتن و میتونستن اون رو بخونن و مثلا بتونن اصلا کارتو مثلا از کار بیمه بیای بیرون و بریم مثلا مارکتر بشی. که به هر حال من یه هزینه هنگفتی کردم و متاسفانه از دستش دادم، هیچی هم یاد نگرفتم. پاسخگو هم نبودم بعدش. نه چون واقعا این سوال مطرحه. الان همه میگن که یکی از مزایایی که ما این به اصطلاح آنلاین بیزنس ما داره این هستش که ما همش میگیم که ما به شما علم دیجیتال مارکتینگ رو یاد میدیم به شما. خب الان مریم جون در مورد همین صحبت کردن که ببینید که علم دیجیتال مارکتینگ یک کورس، یک میتونه اصلا یک سرتیفیکیت، نمیدونم دیپلمات، بالاخره یک بله اونایی که رشته بیزنس میخونن اینا خوب میدونن اینا رو توی کالج ها و دانشگاه ها تدریس میکنن، ولی در آنلاین بیزنس ما این رو به شما آموزش میدیم با قیمت اصلا غیر قابل باور، یعنی واقعا میتونیم بگیم تقریبا فری در میاد، یعنی با این همه کورسایی که آموزش داده میشه. افسوس شما بگید که باز دیگه چه چیزایی ما میتونیم اینجا آموزش بدیم؟ توی این آموزشایی که ما داریم یکی از پوینت های خوبش اینه که در واقع رکورد شده ما جای اینا رو سیو داریم، یعنی اینجوری نیستش که مثلا حالا اونایی که کورس میگذرونن به صورت آنلاین یا همون لایو بتونن یه کورسی بگذرونن، یعنی اونا رو آموزش ببینن بعداً دیگه نتونن برگردن به اون سورس، یعنی یه دوره‌ای باشه تموم بشه. این واقعا همیشه اونجا سیو شده، یعنی یکی بخواد حتی 10 دفعه 20 دفعه 30 دفعه یعنی هی متوجه نشه برگرده دوباره به اون کورس ها رو بگذارن، چه ماه اولی که وارد میشه چه یه سال بعدی که در واقع توی بیزینس هست. و این خیلی خوبه که آدم هر لحظه که چیزی نکته یادش میره میتونه در واقع برگرده به اون رکورد. و این یکی از دیگه از چیزای خوبی که ما توی این بیزینس داریم اینه که همونجوری که مریم جون گفت واقعا این پلتفرما، خب الان فکر کنم 7 تا پلتفرم داریم آموزش میدیم، یعنی از فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک و بلا تا 7 تا 8 که من دقیقاً نمیدونم کلا چقدره، ولی این قیمتی که الان حتی مریم جون گفت میدونم که برای واقعا یه پلتفرم شاید ماکسیمم 2 پلتفرم بتونن این هزینه بکنن، در صورتی که ما در واقع تو این ترینینگامون برای همه این پلتفرم‌ها جامع توضیح داده شده و در کنار اینایی که تازه ما به قول معروف رکورد شده هست که منتور و کوچ وان و وان هم از ابتدا برای ما اختصاص میدن که اگه باز متوجه این ترینینگ ها نشدیم کسی هست که هر لحظه ما بتونیم ازش سوال کنیم، یعنی در کنار این ترینینگ یه معلم آنلاین همیشگی داریم که هر لحظه ما میتونیم در واقع ازش پاسخ بگیریم که واقعا این خیلی مهمه، مخصوصا برای ما که اونایی که بک‌گراند ندارن و این چیز تازه‌ای که اومده که هر سابجکتش واسه ما سواله که این منظورش چیه، این چجوریه، چیکار باید بکنیم. این که واقعا یه ارزش بسیار بالایی داره که واقعا نمیتونی بگی که واقعا ولیوش چقدره. واقعا همینطوره. یعنی الان همین که افسون جون گفتی شما، یعنی 7 تا پلتفرم و من چه سعی میکنم درست بگم، یکی میگه پلتفرم، حالا بگم پلتفرم رو واقعا آموزش میدین اینجا که اونم چی؟ اونم به زبان بسیار ساده، یعنی برای همه کسایی که توی این بیزنس هستن. من با این بک‌گراندم، مریم جون کارشونه، افسون جون کارشونه، هر سنی، هر جنسیتی، هر زبانی اینقدر آسون توضیح داده شده، اینقدر راحت ویدیو ریکوردد هستش که همه میتونن متوجه بشن به زبان ساده انگلیسی. واقعا اگر حتی کسایی هستن که زبان انگلیسیشون اینقدر خوب نیست،
خب ما الان فارسی زبانیم دیگه، ما همه در کنارشون هستیم، در کنارشون کمکشون میکنیم. یعنی واقعا یه جوری این آموزش ها ستاپ شده که برای همه قابل هضم باشه، همه بتونن کمک بکنن. همینجوری که شما گفتی، شما این ویدیوها همش رکورد شده هست، استپ تو استپ پیش میرید. یعنی شما به شما نمیان بگن همه اینا رو باید بشینی الان بخونی و گوش بدی انجام بدی بعد فعالیت بکن. نه، شما اولین پلتفرم رو در واقع که یاد میگیرید همون لحظه میتونید شروع به فعالیت بکنید و درآمدزایی داشته باشید. این خیلی باحثه. یعنی مثل حالت دانشگاه نیست که شما درستون تموم شد بعد میرید سر کار. این مدلی نیست. یعنی همون اول میتونید مشغول بشید و فعالیت بکنید. به اضافه اینکه همینجور که هست ویدیوها مال خودتونه، برای خودتونه. جالب این که هر بار که آپدیت میشه ما هممون به ما اطلاع میدن که بله اینا آپدیت شده و باید مثلا چیزای جدیدتر رو خودتون یاد بگیرید. شما منتور دارید، شما کوچ دارید، به اضافه که همه این 189,000 خورده‌ای که الان توی دنیا دارن فعالیت میکنن، همه اینا در واقع در کنار شما هستن. شما هر زبانی که داشته باشید میتونید با اونا تماس بگیرید، همیشه پاسخگوی شما هستن. و اینکه ما همیشه زوم های هفتگی داریم، ما میتینگ داریم، زوم داریم. یه چیزی که بچه‌ها تمام سوالاتشون رو اونجا مطرح میکنن، چیزای جدید اونجا مطرح میشه، همه ایده‌هاشون رو میگن. بعد به اضافه اینکه ریگاردلس که همه این 7 تا پلتفرم رو در واقع داریم یاد میگیم، کلی اپ و نمیدونم اینجور چیزا هست که در اختیار بچه‌ها هست، همه به هم معرفی میکنن و واقعا به هم کمک میکنن. حتما عزیزانی که توی فیسبوک یا اینستاگرام هستن ما رو دنبال کردن یا دیدن که ما همیشه عکسای میتینگ‌های هفتگیمون رو میذاریم، زوم‌های هفتگیمون رو میذاریم و واقعا آپدیت میکنیم و واقعا اینقدر صمیمی و دوستانه هست که شما میتونید راحت اینجا جوین بشین، سوالاتون رو مطرح کنید، مشکلات رو مطرح کنید، همه هستن کمکتون میکنن. اگر وقت ندارید اینا همه رکورد میشه، دوباره در اختیار شما قرار خواهد گرفت. یعنی شما همیشه یک کسی هست که به شما کمک کنه، نه یک کس، خیلی کس شما راحت میتونه کمک بکنه و تمام این واقعا شما یک علمی رو یاد میگیرید که در طول زمان حتی که توی این کار هم نباشید نیاز دارید که یاد بگیرید، نیاز دارید که با زمان، با تکنولوژی زمان پیش برید. و فقط اینطور نیست که فقط توی این آنلاین بیزنس شما رفتید و فقط به خاطر این دارید یاد میگیرید، واقعا توی زندگی عادیتون واقعا میگم به کار میره و واقعا نیاز هستش. دقیقاً. الان برای صحبتی که مطرح شما کردین که برای تبلیغ در واقع هر کاری واقعا الان میبینیم واقعا پزشکای متخصص گرفته تا اونایی که تو کار آرایش و حالا فروش محصولات و هر چیزی تو هر زمینه‌ای واقعا دیگه الان اون بیزنس خودشون از این طریق دارن تبلیغ میکنه، حتی نیازی هم نداشته باشن مثلا انقدر مثلا اون پزشک یا هر بیزنسمنی که مثلا خیلی خوب داره در میاره ولی باز نهایتا اومده اینو اد کرده به اون در واقع بیزنسش. یعنی علمیه که به قول معشوقه جون دیگه، یعنی اگه ما باهاش پیش نریم کم کم تا چند سال دیگه مثل اون زمانی که میگفتیم اگه کامپیوتر یاد نگیریم یه آدمه ببخشید مثل بی سواد میمونیم، الان اینم همینه. یعنی واقعا مجبوریم که با این تکنولوژی پیش بریم. یعنی چه بهتره که آدم بتونه اینجوری همه رو جامع و کامل یاد بگیره و بعداً بر اساس نیازش بدونه چجوری استفاده کنه. علمشون بی انتهاست، یعنی اصلا هیچ صدی نداره، همینطور میره و هر روز داره جدیدتر و آپدیت میشه و چیزی نیستش که پایان بگیره یه زمانی. دقیقاً همینطوره. یه چیزی که من چون خودم بک‌گراند معلمی داشتم، یه چیزی که برای خودم پیش اومده و خیلی عزیزایی که اینجا هستن، این که وقتی آدم‌ها یه چیزی رو تازه یاد میگیرن، این یادگیری به همشون اعتماد به نفس میده. یعنی شما وقتی یه دانش جدید رو یاد میگیرید تازه میفهمید چقدر خوبه، من اینو نمیدونستم، چقدر اعتماد به نفسم بیشتر شده، چقدر چیزا رو میدونم، چقدر کارا رو میتونم انجام بدم و چقدر چیزایی بوده که من تا حالا نمیدونستم و عقب موندم به خاطر همین چیز کوچولو. خب همه ما الان خیلی از عزیزا هستن دیگه، مثلا همه ما واقعا وقتی که وارد این بیزنس شدیم، وارد این فرصت واقعا شدیم، تازه فهمیدیم چه دنیای بزرگی هست، چرا زودتر نیومدیم، چقدر عقب موندیم، چقدر. یعنی الان ما هممون در واقع یه آیدی داریم، یه بیزنس اکانت داریم، فقط به واسطه یاد گرفتن همین علم دیجیتال مارکتینگ. یعنی الان خودمون
همین علمو که به ما یاد دادن، همین ترینینگ‌ها رو که برامون گذاشتن باعث شد که ما برای خودمون یه چیز جداگانه داشته باشیم، یک ایده بیزنسی تو فیسبوک داشته باشیم، تو اینستاگرام داشته باشیم، تو هر جا، هر پلتفرم دیگه‌ای که شما دارین کار می‌کنین برای خودتون یه چیز بیزنسی دارید. و اون خیلی فرق. تیک تاک اصلا یه چیزی که خیلی بزرگه. یعنی من باورتون نمیشه تو تیک تاک انقدر روزا سوال میکنن، توجه میکنن، خیلی جالبه. چون من خودم همیشه فکر میکردم که حالا تیک تاک مال جووناست و مال بچه‌هاست و میان میرقصن و میان مثلا بازی میکنن و یا آرایش میکنن. خیلی هم خوبه اتفاقا، نمیگم. یعنی منظورم فکر کردم که فقط اینه، ولی واقعا اینطور نیست. یعنی الان من خودم میگم روزا خیلی سوال میشه از تیک تاک، منم خیلی دوست دارن چون تیک تاک خیلی راحته، خیلی آسونه. اینه که خیلی، یعنی تمام اینا هست که به شما آموزش داده میشه. پینترست، توییتر، یوتیوب، همه اینا آموزش داده. شما هر کدوم از اینا رو همین یوتیوب برید، خود با یوتیوب تماس بگیرید، ببینید که اگر بخواید آموزش های اینا رو داشته باشید چقدر باید پول بدید، چقدر باید هزینه بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اینا خب خیلی سخته دیگه. اینطوری نیست که مثلا شما میخواید پول در بیارین از یوتیوب دیگه. طبیعیه که باید یاد بدید. مثلا هم حالتی که میرید دانشگاه پول میدید، کورس میگیرید، فارغ التحصیل میشید و میرید سر کار. اینم همین حالت. اینه که واقعا اینجا یه خانومی هستش که یه خانم مسنی هست که واقعا این خیلی جالبه. یکی از چیزایی که ایشون اومده تو این بیزنس میگه من فقط میخوام اینو یاد بگیرم. مثلا نمیخوام، فقط میخوام یاد بگیرم. اینقدر براش جالبه که یه خانم خیلی مسنی هم هستش میگه من دوست دارم فقط یاد بگیرم. خب خیلی براش جالبه دیگه، برای اینکه اینقدر دنیای قشنگی داره سوشال مدیا که همه میدونیم چقدر ما بلاگر داریم، چقدر ما اینفلوئنسر داریم، چقدر دارن از این راه فقط درآمد ایجاد میکنن. یعنی اصلا شغل دیگه ای ندارن، فقط طرف میاد یه عکسی میذاره ازش پول در میاره. خب این ما اصلا دست ما نیست. یعنی این چیزی که دنیای امروز ما داره این مدلی میشه. دنیای امروز ما با تکنولوژی، دنیای امروز ما متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چی بگم، همش با اینترنت و نمیدونم اینا هست که همدیگر رو میبینن، صحبت میکنن. حتی الان دیتینگاشون هم همه اینترنتی شده دیگه. خریدای مثلا گروسری، خریدای خونه، خریدای مثلا وسایل نمیدونم سبزیجات و میوه و اینا، من اصلا تا قبل از کووید هیچ وقت فکر نمی‌کردم که اصلا من بتونم خریدی آنلاین بکنم. مگه میشه مثلا من حتی بخوام یه لباس یا یه چیزی بخوام آنلاین ببینم و بخرم؟ همه چی داره آنلاین میشه. یعنی اصلا شما فکر کنید من اصلا پامو مثلا متاسفانه حالا یا خوشبختانه نمیدونم چی بگم، ولی مثلا من هیچ وقت پامو تو بانکی نمیذارم. همه کارم با همین موبایل و لپتاپم هستش. اصلا کار بانک نمیذارم. من اینکه بخوام یه اپاینتمنتی بگیرم راجع به یه چیزی صحبت کنم با یه ادوایزر، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم. یعنی من خودم از اون دوست دارم اصلا شاپینگ برم نگاه کنم، برم این خودش جزء فانه، ولی الان دیگه خودم دارم به یه سمتی میرم که میبینم خب چاره نیست. تو تمام این برندهای بزرگ، فروشگاه‌های بزرگ همه دارن بسته میشن. خب به زودی یعنی داره همه اینجوری میشه که ما باید اینو یاد بگیریم که چجوری از خونه شاپینگ کنیم. حالا این مسئله فقط شاپینگ میشه، مسئله درآمدزایی هم یه چیز دیگه است که همه فکر می‌کنن که شما گفتید نیازشو دیگه واقعا همه دارن از زندگیشون حس میکنن که با این تورم، با این گرونیایی که همه جای دنیاست، اون کار فول تایمشونی که مثلا 20 سال 30 سال تو اون کار بودن دیگه کفاف در واقع اون هزینه‌هاشون رو میده و چاره‌ای ندارن که بخوان یه کار دوم. و چه بهتره که این کاری که در کنارش انقدر آموزش ببینن، وقت کمی بذارن ولی نتیجه بیشتری بگیرن. واقعا بهترین فرصت و بهترین سولوشن برای این مورد تو این دور زمونه. واقعا همینطوره. بعدش هم شما حساب بکنید که شما اگه بخواد یک کار آفلاینی داشته باشید، مثلا یه بیزنس خودتون داشته باشید، چقدر باید وسیله داشته باشید، چقدر باید نمیدونم جا داشته باشید، آفیس داشته باشید. ولی اینو الان میبینید که من از اینستاگرام دارم با یه سلفونم هستم، یه دونم لپتاپ جلوی منه. خب ببینید کل ابزاری که ما داریم استفاده میکنیم برای کار در سوشال مدیا همین دوتاست. یعنی با وجود یه دونه هم میشه کار انجام شد. حالا که ما این دوتا منظوری که ابزارش بسیار ابزار آسونیه، خیلی راحته. یعنی واقعا وسیله نمیخواد، یه جایی بخصوص نمیخواد، نمیدونم یه آفیس بزرگ و یک به قول معروف تشکیلات و اینجور چیزا نمیخواد.
واقعا یه ابزار خیلی ساده ای هست که شما با این دوتا ابزار میتونید فعالیت بکنید. خب من فکر نمی‌کنم چیز دیگه از این آسان‌تر و راحت‌تر داشته باشه. واقعا اینجوری. واقعا مریم جون شما نمیدونم در مورد این میتونیم در مورد روشن کنیم برای عزیزان که این مسئله که تکسش رو میتونیم در واقع کلیم کنیم، یعنی هزینه‌هایی که در همین آفیس کوچولو که گوشه اتاقمون در واقع چیز کردیم میتونیم اینو آخر سال در واقع برای تکسمون کلیم کنیم. این واقعا بهترینه، پول هزینه موبایلمون و هزینه برقش و فکر کنم هزینه اجاره حتی با مورگجش رو میتونیم اینا رو کلیم کنیم، به معنی که خب بیزینس واقعی داریم، آیدی داریم، اینا رو همه جزء بنفیت‌هاییه. الان هم که فکس سیزن دیگه، تکس سیزنه آره که دیگه واقعا همینطور. یعنی هزینه‌ای که شما برای حالا بعداً ما تو لایوهای بعدی در مورد سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، سرمایه‌گذاری که می‌ذارین، هزینه‌ای که حالا هر هزینه‌ای که شما خودتون می‌ذارین، برقتون، اینترنتتون، یه درصدی از جایی که از تو خونه‌تون میگه، همه اینا، تلفنتون، همه اینا رو مثل حالتی که شما یه مغازه‌ای دارید و اونا رو آخر سر میان چیکار می‌کنین؟ کلیم می‌کنین. این هم همینه، چون واقعا یه بیزنس هستش و آیدی داره و رجیستر دیگه، نشون دهنده قانون بودنشه. بله قانونیه و رجیستر شده هست و شناخته شده هست. و همین دلیل این یک فرصتیه، واقعا فرصتیه. شما میتونید حتی آدم هایر بکنید براتون کار بکنن. یعنی یک بیزنس واقعا بیزنس راحت خونگی هست که واقعا به شما این علم رو یاد میده، شما چجوری یه موردی که من میخواستم بگم، خیلی از عزیزایی که تو این کار هستن و یاد گرفتن دیجیتال مارکتینگ رو، الان به طور مستقل هم دارن برای ادورتایزینگ کسایی که میان سراغشون کار بکنن. من خودم این مورد رو داشتم. من به خاطر اینکه خب شغل آفلاین دارم، خیلی سرم شلوغه، متأسفانه نتونستم این کار بکنم، ولی این اپورتونتی هست. چرا؟ شما الان یه شرکتی میذارین، یه مغازه‌ای میذارین، یه کاری میخواین انجام بدید، میخواین مثلا معرفیش بکنید. خب قبل ما میرفتن پلاکارد میزدن، تابلو میزدن، مثلا مغازه فلانی فلان. الان دیگه همش اینترنت و فیسبوک و اینا هست که معرفی میکنه. اینه که میان سراغ شما برای اینکه شما یه دیجیتال مارکتر هستین. خب کارتون ادورتایزینگ هست، از شما خواهش میکنن که برای من بیزنس من رو معرفی بکن، برای من تو فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب یا هر چیزی که هست برای من اینو معرفی بکن. این آدم اگه بخواد بره سراغ یه شرکت ادورتایزینگ، خدا میدونه که چقدر باید پول بده برای همین. نمیدونم 20,000 تا 30,000 تا 40,000 تا کمتر میشن، نمیدونم. ولی به عنوان مثلا مثل ماها که واقعا دیجیتال مارکتینگ هستیم، خیلی اونا رو که شارژ نمی‌کنیم، برای اونها هم میصرفه. برای همین خیلی از عزیزایی که توی این بیزنس هستن دارن در کنار همین کارم انجام میدن. یعنی خیلی‌ها میان سراغشون، براشون میگن که بیاین برای ما تبلیغات بکنید. خب خیلی خوبه، این خیلی آسونه که شما با یک یادگیری آنلاین بیزنس هم بیزنس خودتون رو دارید، همین که میتونید به خیلی دیگه کمک بکنید. بیس این بیزنس این هستش، واقعا کمک کردن به دیگران هست. اینو همیشه دوست داشتم بگم، مطرح بکنم. چون میدونم خیلی ها هستن دارن این آنلاین بیزنس رو برای کسای دیگه هم تبلیغات میکنن، برای بهشون کمک میکنن. چون برای خودم هم پیش اومده بود، من به من گفته بودم، پیشنهاد داده بود، متاسفانه من نتونستم و خیلی هم واقعا میگم این الان توی برنامه من هست که اگه وقتی دیگه حالا وقتم یه خورده بازتر بشه حتما این کارو بکنم. چرا که نه، خیلی هم خوبه. بله شما سوالایی از دوستان گرفتین که بخوایم الان تو این فرصت کوتاه بخوایم جوابشو بدیم؟ الان تو اینستاگرام تو سوال نه، فقط خیلی عزیزا اینجا خیلی محبت دارن، واقعا تشویق کردن، تشکر کردن، ولی سوال ما خیلی داریم، خیلی سوال مطرح شده، ولی خب گذاشتیم که هر هفته ان شاءالله بتونیم هر هفته بیایم 3 نفری قشنگ بشیم در مورد یه سوال رو کامل باز کنیم. ولی واقعا میگم کسایی که دارن نگاه میکنن یا بعدا رکوردشو در نگاه میکنن، هر سوالی که دارید خواهش میکنم مطرح بکنید تو وب پیج افسون جون، مریم جون، پیج خودم، اینستاگرام، فیسبوک، هر جا که هستیم حتما ما این سوالای شما رو جواب میدیم. خیلی دوست داریم که شما رو ببینیم توی این بیزنس. واقعا هدفمون این هستش به شما هم کمک کنیم، ببینید که چه بنفیتی داره، چقدر خوب هست. سوالاتون رو مطرح بکنید که حتما ما توی لایوهای بعدی که حتما خواهیم گذاشت بتونیم پاسخگو باشیم. بله ان شاءالله. فکر کنم اگه اسکیجول هممون با هم بخوره بتونیم هر جمعه یا پنجشنبه، حالا از قبل اعلام میشه،
حالا بتونیم بین همین نیم ساعت بتونیم جواب دوستانمون رو بدیم که خیلی خوب میشه که هم تو هر دفعه همیشه که مجموعه کنن یه سابجکت رو بیشتر روش باشیم که دیگه خیلی به قول معروف واضح‌تر. البته میتونن سوال بکنن، شما بگید که اگه از سوال دارن کجا مطرح بکنن. ما رو هر کدوممون در واقع آخر این لایو ما براتون الانم روی صفحه میبینین وبسایتامون رو میتونین حمال افسون جون، محجوب مولود جان یا من میتونین رجیستر کنین. بعد برای شما از اونجا ما میتونیم باهاتون در ارتباط باشیم و براتون یه وبینار در واقع نشون میده، براتون میفرستم به طور اتوماتیک که راجع به این بیزنس براتون توضیح میده. از اونجا اگر خواستین ما اطلاعات بیشتر رو در مراحل بعدی در اختیارتون قرار میدیم. حسن شما مرسی. دیگه فکر میکنم در این قسمت بتونیم تا اینجا بسنده کنیم که دیگه پیچیده‌تر، چون یه مبحث دیگه بخوایم اضافه کنیم بعد ادامهش طول میکشه. ما 30 دقیقه سعی میکنیم هی وبینارا رو، یعنی لایوامون رو بذاریم که مردمم وقتشون بالاخره همه بیزی هستن و بتونن که فرصت کنن که کامل در واقع لایو رو ببینن. برای همین کوتاهش میکنیم و بسنده میکنیم به هفته آینده ان شاء الله. یه نصیحت هست که این فرصت رو از دست ندین، هر چیزی فرصت از دست ندین، امتحان بکنید. ما دوره آزمایشی داریم، شما همیشه وقت دارید که بیاین، اگه برای شما مناسب نبود برگردید. برای اینکه بدونید چیه باید تو وبسایت‌های ما ثبت نام بکنین، ما اطلاعات رو برای شما بفرستیم یا سوالاتتون رو مطرح بکنید، پیام بدید به ما توی فیسبوک، توی اینستاگرام یا هر جای دیگه، ما حتما پاسخگو هستیم. خیلی ممنون از همه عزیزایی که امروز وقت گذاشتن، واقعا تماشا کردن، ما رو گوش کردن به ما. انشالله که براشون کار بکنه همینطور که داره برای ما کار میکنه. من دیگه حرفی ندارم، فقط میخوام خداحافظی کنم. مرسی. ممنون از دعوتت، ممنون از همه که با ما همراه بودید. مرسی عزیزان، روز شب همگی خوش. برنامه بعدی. خداحافظ، روز شبتون خوش. خدا.